ما خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم، حتی برای زمان بعد از شهادت امام خامنه‌ای عزیز نیز برنامه ریزی شده است و شما خواهید دید که با تشکیل شورای رهبری اقتدار و انسجامی غیر قابل تصور هم در مسئولین و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز فقط بخشی از توان خود را به کار گرفتند و ما هنوز به حساب آمریکایی ها و اسرائیلی ها خواهیم رسید. همینجا خیلی صریح و شفاف به ترامپ و نتانیاهو و عوامل و ایادی آنها میگویم، دوباره تأکید میکنم، هم به این دو جانی کثیف و هم به همه عوامل آنها میگویم، شما پا روی خط قرمز ما گذاشته اید و باید هزینه آن را بدهید. این برای ما نه فقط یک جنگ وجودی بلکه خشم فروخفته است که زمان انتقام نهایی آن فرا رسیده است. ما به پشتوانه 10 میلیون نفر از مردم با وفای ایران و با اطمینان از الطاف ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چنان ضربات هولناکی به شما بزنیم که خودتان به التماس کردن بیفتید. خواهید دید که این رؤیا پردازی های خیالی شما چند روز بیشتر دوام نخواهد داشت.